قرار هوش مصنوعی رو به چالش بکشیم و هوشش رو بسنجیم و ببینیم آیا واقعا تو زندگی‌های ما نفوذ کرده و داره به همه چیز مسلط میشه یا هنوز اندازه خرم بارش نیست، یه سری چیزا بهش یاد میدن اونم به ما تحویل میده. تو این ویدیو قرار از هوش مصنوعی معنی بعضی از ضرب المثل‌ها و اصطلاحات مختلف توی شهرهای مختلف ایرانو بپرسم و ببینیم که اینا رو برای ما چجوری معنی میکنه و اصلا میدونه معنی اینا چیه یا نه. این ویدیو خیلی فانه، هارد اصلا اون کار و یه سورپرایز هم براتون دارم. تا آخر ببینید. یه جمله‌ای هست اصفهانیه و خیلی بامزه است. امیدوارم معنیش خیلی ناجور نباشه، ولی یه جورایی معلومه که طرف اون کسی که این جمله خطاب بهشه یه ذره داستان داره، ولی میفرماید که کمرش بس که جنبیده است پیرنش ور قلمبیده است. یه ذره این چیزدار به نظر میاد، ولی ببینیم نظر بیهوش مصنوعی در موردش چیه. در گویش اصفهانی کشور ایران عبارت کمرش بس که جنبیده است پیرنش ور قلمبیده است معنی کمرش بس که میچرخد پیریش هم ورق میخورد. در این عبارت هوش مصنوعی میخواد برامون توضیح بده کمرش به معنای کمر او، بس که به معنای خیلی که، جنبیده است به معنای میچرخد. تا اینجاشو که اوکی. پیرنش یا پیرنش به معنای پیری او و ورقلمبیده است به معنای هم ورق میخورد میباشد. این عبارت بیانگر تحسین و توصیف زندگی پرحرکت و پر انرژی یک فرد است که همچنان در تمام مراحل زندگی حیوانی و پرشتاب است. تو گاوی، تو گاو مصنوعی، تو از گاوی که خدا آفریدم گاوتری. تو گویش بختیاری جمله‌ای هست که میگه کونم برات تب کرده. حالا میخوایم بپرسیم ببینیم چت جی پی تی میدونه یعنی چی یا نه. در گویش بختیاری عبارت کونم برات تب کرده به معنی تو را دوست دارم یا تو را میپسندم است. دفعه قبلی که ازش پرسیدم گفت به معنی اینه که دلم برات میسوزه. بذار بهش بگم اشتباه میگی ببینم میفهمه. پوزش میطلبم. به عنوان یه هوش مصنوعی سعی میکنم بهترین پاسخ ممکن رو ارائه بدم، اما گاهی اوقات ممکنه به اشتباه بیفتم. لطفا اگر توضیحاتی درباره معنی کونم برات تب کرده دارید الان بهش کلک میزنم ببینم میفهمه یا نه. این عبارت یعنی خیلی ازت متنفرم. او مای گاد، این بیهوش مصنوعی. بعد من تو ویدیو میگم بیهوش مصنوعی، شما میگید چرا اشتباه گفتی. نوشته در گویش بختیاری کونم برات تب کرده به معنی خیلی ازت متنفرم است. عبارت کونم به معنی من است. یعنی که من با کونم هیچ فرقی نداریم در واقع. و تب کرده به معنی متنفر بودن میباشد. بنابراین این عبارت نشانگر یک حالت منفی و ناراحتی نسبت به شخص مقابل است. این عبارت در گویش بختیاری استفاده میشود و ممکن است در سایر گویش ها یا زبانهای فارسی محاوره‌ای به کار نرود. شما بگید این هوش مصنوعی یا بیهوش مصنوعیه. بریم عبارت بعدی و از شهر بعدی. آیا میدانی در گویش کازرون در استان فارس کشور ایران عبارت ای مهمون یکیان تاستیش گو بکشم. براش اعرابم گذاشتن که دیگه واقعا سعی کن بفهمی وقت کمه. در گویش کازرون در استان فارس کشور ایران عبارت ای مهمون یکیان تاستیش گو بکشم به معنی او مهمان عزیز تا 30 تا گو بکش. ابله کامله. در این عبارت ای مهمون به معنای ای مهمان، یکیان به معنای یکی از، تاسیش به معنای 30 تا و گو بکشم به معنای گوسفند بکشم. این عبارت بیانگر استقبال و خوشامدگویی از مهمان است و اشاره دارد که تا 30 تا گوسفند برای آماده کردن وعده غذایی مهمان آماده خواهد شد. اگه شما فهمیدید چی گفت به منم بگید. به این معنیه که اگر مهمان یکی است تا برایش گاو بکشم. شاید منظورش که بوده اگر مهمان یکی است که برایش گاو بکشم. اینم نمیدونست. بریم سراغ گویش زیبای گیلکی. ببینیم چقدر این میفهمه این هوش مصنوعی. اینو اگه براتون بخونم اگه فارسی متوجه میشید راحت میفهمید این یعنی چی. سلام بگفتم ترا جواب ندایی مرا. دیگه خیلی مشخصه. ولی ببینیم به اندازه‌ای که برامون مشخصه برای این بیهوشم، برای این فلج مغزیم مشخص هست یا نه. در گویش گیلکی استان گیلان کشور ایران عبارت سلام بگفتم ترا جواب ندایی مرا به معنای سلام گفتم به تو جواب ندادی همچنان. یه ذره شعر قاطیش کرده، از خلاقیت‌های خودش همینجوری فوران کرده و شعر قاطی جمله کرده. از یه سوال فنی ازش بپرسم، یعنی منظورت اینه که مرا به معنای همچنان است؟ بله.
در گویش گیلکی عبارت مره به معنای همچنان یا به همان شکل است. در عبارت جواب ندایی مره به معنای همچنان پاسخ ندادی. البته اینجوری که من از این جمله و ترجمه های استاد فهمیدم، ندایی مره به معنای همچنان پاسخ ندادی نیست. بنابراین معنای کلی این عبارت می شود سلام گفتم به تو همچنان پاسخ ندادی، یا سلام کردم ولی همچنان جواب ندادی. به تیپ ها، به نکات فنی هوش مصنوعی شما هم توجه داشته باشید. لطفاً توجه داشته باشید که ترجمه عبارت محاوره‌ای و گویشی ممکن است بستگی به زمینه و منطقه داشته باشد و در برخی موارد ممکن است تفاوت داشته باشد. مثلا اگر یه نفر همینجوری داشتید توی مثلا رشت راه میرفتید و به شما گفت که آقا ندایی مره، شما بدونید که منظورش اینه که چرا پاسخگو نیستی داداش؟ تا اینجا پا شدی اومدی به شهر ما، چرا پاسخگو نیستی؟ پاسخگو باش. او مای گاد. بریم سراغ شهر بعدی. آقای سندی عزیز یک موسیقی بسیار دلچسبی اصلا بلرزونی داره که میفرماید بپرسیم ببینیم این بیهوش مصنوعی میدونه این یعنی چی یا خیر. عبارت زیر چه معنایی داره آقا؟ دیگه خیلی واضحه. یه سرچ تو گوگل بزنی تمیز کارو در آوردی. ببینیم چی کار میکنی. در گویش یکی از شهرهای جنوبی ایران به معنای 30 دختر را خودم میپذیرم و به تو پیوسته میشوم است. همچنین عبارت محض رضای دخترون خودم تو گل میپلکونم نیز به معنای محض رضای دختران خودم رو به تو وابسته میکنم. این عبارت که در آهنگی معروف در ایران استفاده شده است بیانگر ارتباط و اتحاد عاطفی و عشقی فرد با یک گروه از دختران است. این عبارت نشان دهنده تعهد و تمایل فرد به وابستگی و اتصال عاطفی با دختران می باشد. این هوش مصنوعی اعتقاد زیادی به حرمسرا داره. لطفاً توجه داشته باشید که تفسیر عبارات محاوره‌ای و شعری ممکن است با توجه به زمینه فرهنگی و منطقی متغیر باشد و برداشت‌ها می‌تواند متفاوت باشد. آقا جان اگر این داره این معنی میکنه شما اشتباه متوجه میشید، این داره درست معنی میکنه. شما به خاطر اینکه اصیل نیستید نمیفهمیدین چی میگه. 30 دختر رو خودم میپذیرم، 30 دختر رو خودم به تنهایی یک تنه میپذیرم و به تو پیوسته میشوم. واقعا خیلی گاوی. منظورش میدونی چیه؟ منظورش اینه که این 30 تا دختری که الان دم در منتظرن من به هر 30 تاشون همزمان بله بگم باعث نمیشه که مهر تو مادر از دلم خارج بشه. بریم سراغ بعدی. در گویش زیبا و شیرین یزدی جمله‌ای وجود داره که میگه ترش بالا بره افتوه مگه دو سولاخه. در این عبارت ترش به معنای ترش، بالابر به معنای بالای یا روی، افتوه به معنای میوه ترش و مگه دو سولاخه به معنای مگه 2 تا نیمکت می باشد. خیلی گاویاجی. به طور کلی این عبارت بیانگر نارضایتی و ناراحتی درباره میوه ترشی است که بالا روی یک نیمکت قرار دارد. احتمالاً شخصی که این عبارت رو به کار میبرد از میوهی که بالا روی نیمکت قرار دارد ناراضی است و به شکل طنزآمیز این نارضایتی رو بیان میکنن. ببین یه خنده عمیقی تو وجودمه که هم باعث میشه خندم بیاد همزمان و هم تأسفم بیاد. بر همون اینجوری مثل دیوونا مثل عصبی‌ها میخندم. و بعدش هم گفته که حتما توجه داشته باشید که آقا این در مکانهای مختلف ممکنه مفاهیم و معانی مختلفی داشته باشه. پس در گویش یزدی هم بیهوش مصنوعی گاو مصنوعیه. میخوام کار رو برای این هوش مصنوعی ذره راحت تر کنیم.
چند تا کلمه ازش بپرسیم، ببینیم زیر کلمه ها چجوری میمونه. در زبان ترکیه آذربایجان شرقی در کشور ایران کلمه نجسن یعنی چی؟ احتمالاً میتونیم حدس بزنیم که چی میخواد بنویسه. در زبان ترکیه آذربایجان شرقی کشور ایران کلمه نجسن به معنای نجس بودن یا کثیف بودن است. این کلمه به مفهوم ناپاکی، آلودگی یا غیر قابل قبولی اشاره دارد. هارداسن چطور؟ اونایی که ترکی نمیدونید، نجسن یعنی چطوری، که ما توی ترکیه خودمون تو شهرمون میگیم نجورسن یعنی چطوری، نجرسن. حالا عبارت هارداسن رو بشنویم از چت چون حکایت میکنه. عبارت هارداسن که در زبان ترکی آذربایجانی استفاده می شود به معنای چطور یا چطور است. این عبارت برای پرسیدن درباره وضعیت، شرایط یا نحوه انجام یک کار به کار می رود. مثال: هارداسن یعنی چطور. هارداسن میگذره یعنی شرایط چگونه است. هارداسن اون کار رو انجام دادی یعنی چگونه اون کار رو انجام دادی. لطفاً توجه داشته باشید که من هوش مصنوعی گاوی بیش نیستم. خدا شکرت که این هوش مصنوعی رو ایده‌شو انداختی به ذهن بشر. برگردیم سراغ گویش زیبای گیلکی. آیا میدونی در گویش زیبای گیلکی در استان گیلان انا خواهی اونا خواهی کونه خواهی به چه معناست؟ ببینیم چی میگه. خیلی دیگه شفاف بهش توضیح دادم. در گویش زیبای گیلکی استان گیلان کشور ایران عبارت انا خواهی اونا خواهی کونه خواهی به معنای آن خواهی که خواهی است. در این عبارت انا به معنای آن، اونا به معنای آن و کونه به معنای که است. این عبارت معمولا در پاسخ به سوالاتی درباره شخصیت یا وضعیت فرد مورد نظر میپرسد استفاده میشود. اگه شما فهمیدید به من بگید چی گفت. برای مثال اگر کسی بپرسد انا خواهی به او پاسخ داده میشود انا خواهم که به معنای آن خواهم است. همچنین میتوان از این عبارت برای سوال درباره شخصیت یا وضعیت یک فرد استفاده کرد. دیگه گویا داره براتون تفسیرش میکنه، داره اکسپلین میکنه علمی، مانند اونا خواهی که به معنای آن خواهی است. خیلی دیگه داره خوب توضیح میده به نظرم. نابغه بودنشو در گویش گیلکی قشنگ رسوند. دیگه ما به عنوان موجود دوپا، به عنوان اشرف مخلوقات کم لطفی کردیم اگر این گاو رو تو زندگیمون راه ندیم برای اینکه بعضی وقتا ما رو بخندونه. اما عبارت بعدی در قائم شهر مازندران عبارتی وجود داره که میگه کرکزیلیک. ببینیم چت جی پی تی میدونه یعنی چی یا خیر. با توجه به منبع اطلاعاتی موجود در دسترس رفت رو مود دیگه اصلا برید کنار نابغه داره میاد. عبارت کرکزیلیک در گویش زیبای مازنی استان مازندران کشور ایران به معنای مرغی قرمز رنگ است. در این عبارت کرک به معنای مرغ و کزیلیک به معنای قرمز رنگ است. این عبارت ممکن است به مرغی با ویژگی‌های خاص اشاره کند که دارای رنگ قرمزی در بخش‌هایی از بدنش است. برای مثال ممکن است به نوعی از مرغان بومی منطقه با پرهای قرمز یا نیزه‌ای از مرغان جوان که پرهای قرمزی رنگ دارند اشاره کند. عین متن هوش مصنوعی رو براتون خوندم. و سلام، خیلی واضح توضیح داد، بزن بریم. و اما گویش جذاب کرمانشاهی که اصلا شبیه یه زبان دیگری است، مثلا اسپانیایی. میفرماید که روه دستی و انجیر نرسی ود که نرسی. امیدوارم درست خونده باشم. به معنی اینه که روبا دستش به انجیر نمیرسه میگه نارسه، مثل گربه که دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده. ولی همونجور که میدونید اصلا ماها اهمیت نداریم در برابر هوش مصنوعی. اینه که مهمه. عذر میخواهم که وقت گرانبهای شما را میگیرم. اعلی حضرت چت جی پی تی، آیا میدانید در گویش کرمانشاهی در کشور ایران این عبارت معنا، مفهوم و تفسیرش چیست؟ استاد سپاسگزارم پیشا پیش، خدا نگهدار. مصدق اوقاتشون هم شدیم این استادمونو با عرض پوزش. اما به طور متاسفانه
من به عنوان یک مدل زبانی نمیتوانم با دقت کامل به سوال شما درباره گویش کرمانشاهی پاسخ دهم. اطلاعاتی که در اختیار دارم مربوط به زبان فارسی است و تخصصی در زبانها و گویش‌های خاص ندارم. در صورتی که برای سوال خاصی درباره زبان فارسی یا سوالی عمومی دیگر نیاز دارید، من در خدمت شما هستم. فکر کنم فهمیدن بچه‌ها. گرفتنمون. اگه پارت 2 میخواید لایک و ساب کنید بچه‌ها، تو کامنت هم بهم بگید.